موتور TU5 رو چجوری دیفرانسیل عقب کنیم تا آخر این ویدیو همراه من باشید. مهمترین مسئله‌ای که اینجا پیش میاد اینه که موتور TU5 رو با چه گیربکسی میتونیم مچ کنیم و انتقال نیروش رو به چرخ‌های عقب بدیم. گیربکسی که ما انتخاب کردیم گیربکس گترک 240 هستش یا همون گیربکس آلمان. مقاومت خیلی خوبی داره، میتونیم توان بالایی ازش بگیریم و بهش آسیبی نرسه، ولی خب به موتور TU5 نمیخوره، پس مجبوریم براش یه آداپتور بسازیم. حالا آداپتور چیه؟ یه قطعه‌ایه که میتونیم الگوش کنیم و جاپیچ‌های موتور و جاپیچ‌های گیربکس روش در بیاریم، بتونیم ببندیمش به موتور و گیربکس رو روی اون آداپتور سوار کنیم. این بهترین راه برای نصب موتور گیربکسایی که جاپیچاشون با هم یکی نیست. البته که کار راحتی هم نیست، باید میلنگ و دیسک و صفحه و فلای‌ویل و یه عالمه چیز رو دستساز کنیم. جزئیات انتقال نیرو که براتون حتما پستاشو میذارم که دقیقاً چی کار کردیم. منیفول رو داری؟ سورن توربو. اگه TU5 رو می‌بستیم دریچه گاز رو می‌افتاد این طرف، نمیشد نصبش کنیم. دریچه گاز نیسان رو نصب کردیم با یه فلنج روی منیفول سورن توربو، هواخوار عالی. ECU هم که در نظر گرفتیم برای این ماشین ECU APE یه ECU ادجاست خیلی خوب که میتونیم هر برنامه‌ای که دلمون میخواد رو بهش بدیم. و در آخر ماشین با فیس 405 MI16 جمع میشه. پس اگه میخوای بدونی